هر کاری از اول محال به نظر میرسه. شما نمیتونی کاری رو مثال بزنی که از روز اول شما اون کار رو خوب انجام میدادی. یا یک نفر بوده از روز اول یک کاری رو خوب انجام میداده. محاله. تمام کارها تو قدمای اول سخت، نشدنی و غیر منطقی هن، تا اینکه یک نفر پیدا میشه و اون کار رو انجام میده و باور و دیدگاه دیگران رو تغییر میده. و این بار نوبت شماست. شمایی که داری به این صدا گوش میدی، نوبت شماست. آره، شما. پشت سر من تکرار کن. هر چیزی گفتم تکرار کن. من توانمندم. بگو من میتونم. بگو من قدرتمندم. بگو من توانمندم. بگو من قدرتمندم. دوباره بگو من قدرتمندم. دوباره بگو من قدرتمندم. من میتونم. واسه چی نه؟ از نظر من استعداد و نابغه بودن دو حالت داره. یا همه استعداد دارن یا هیچ کس استعداد نداره. یا همه نابغه‌ن یا هیچ کس نابغه نیست. اگر فکر میکنی یک نفر استعداد داره، مطمئن باش شما هم داری. شاید استعداد متفاوتی داشته باشی، ولی از نظر من نه به استعداد فکر کن نه به نبوغ فکر کن. وجود ندارن. پشت کار وجود داره. تلاش شما وجود داره. اینکه شما اون کار رو چقدر با عشق انجام بدی، چقدر واسش زمان بذاری، چقدر عاشق اون کار باشی و چقدر واسش عرق بریزی. به اینا بستگی داره. شما توانمندی. غیر از این نیست. مطمئن باش توانمندی. شاید هنوز پیداش نکردی. تلاش کن. دوباره تلاش کن. هر روز تلاش کن. از خودت بهتر شو. با کسی رقابت نکن. قرار نیست شما از یک نفر دیگه بهتر باشی. شما از خودت بهتر شو. بعد از یه مدت میبینی از خیلی ها بهتری. تنها رقیبت خودتی. اصلا قرار نیست آسون باشه. هیچ کاری قرار نیست آسون باشه. تمام کارها سختن. هر کاری که شما بخوای انجام بدی سخت و نشدنیه، ولی شما انجامش میدی. وقتی شما انجامش بدی دیگران تعجب میکنن و میگه شما متفاوتی، در صورتی که شما متفاوت نیستی. فقط یک بار زندگی رو تو شهامت زندگی کردی. تو شهامت زندگی کردی. نوبت شماست. وقت اون رسیده که بلند شی و این بدن لعنتی رو تکون بدی و به سمت هدفت حرکت کنی. حرکت کن. چی میخوای؟ تصورش کن، لمسش کن، احساسش کن، تصویرشو ببین، بنویس، هر شب بنویسش، به خودت بگو که میتونی بهش برسی. آره، شما قدرتمند هستی.